رساله افسوسیان فصل 5 آیه 21 تا 32 تا به آخر. آتنا بریم شروع کنیم. نسوزی. خیلی خوب. درود به همه مقدسین خدا. خیلی خیلی خوش آمدید به حضور خداوند. اومدیم جانهای خسته رو بدیم به مسیح عیسی، قوت، برکت، فیض، صلح، سلامتی از کلامش برداشت بکنیم و با حال خوب بریم خونه هامون. واژه های مثل اطاعت، تسلیم، سر بودن، روزی در باغ خلقت گلهای خوشبویی بودن، اما در حافظه جمعی تاریخی ما چون خار تصویر شدن. چطور میتوان از اطاعت سخن گفت در جهانی که این واژه با فریادی زنانه آمیخته شده که در سکوت تحقیر شده؟ چگونه میتوان از سر بودن مرد گفت وقتی قرنهاست این جایگاه تاج افتخار نداشته بلکه گاه به گرز خشونت بدل شده است؟ زخم‌هایی که نه فقط از تاریخ که از خانه‌ها خاطره‌ها آمدند، از سکوت زنانی که شنیده نشدند، از مردانی که محبت را با مالکیت اشتباه گرفتند و از فرهنگی که پیوند را با سلطه یکی پنداشت. اما آیا خدا هم از این زخم‌ها بیخبره؟ هرگز. خدایی که خود کلمه شد و در میان ما ساکن گشت آمده تا همین واژه‌های زخم خورده را شفا بده، تا اطاعت را از نو معنا کنه، نه به عنوان فرمانی سرد بلکه به عنوان دعوتی عاشقانه برای یکی شدن، تا رهبری را از تاج قدرت به تاج خار محبت تبدیل کنه. شاید فکر کنیم این پیام برای دیگری هست، نه من و شما. شاید با خودمون بگیم که با خودتون بگید که بعضیاتون ازدواج نکردید، یا من رابطه شکسته هست، یکی از کلیسا دورم. اما صبر کنید، سینگل بگورای کلیسا همه دارن میخندن. اما صبر کنید، این دعوت برای همه ماست، برای هر کسی که دلش برای نجات، برای رابطه شفا یافته، برای عشقی پاک و ایثارگر میتپد. اینجا در قلب موعظه امروز در افسوسیان 5 رازی نهفته است، رازی که اگر اون رو بفهمیم نه تنها ازدواج هامون بلکه ایمانمون دگرگون خواهد شد. برای اونهایی که در ازدواج هستن ایمانشون بهتر خواهد شد، فهم بهتری از رابطه خواهند داشت. برای اونهایی که هنوز ازدواج نکردن معیار تشخیصی، ابزار فهمی به وجود میاد که شریک آینده زندگیشون رو چطور در خداوند باید انتخاب بکنن. اصلا ازدواج در ایمان مسیحی یعنی چی؟ باشد که جانهای خسته ما در شنیدن و فهم کلام خدا به سرودی تازه بدل شود، سرودی از محبت، عشق، تسلیم و نجات. ولش کنید، مهم نیست. اگر اذیتتون میکنه میخواید خاموشش کنید، اگر که هست مشکلی نیست. بیایید با هم دعا کنیم و بعد بریم به متن کلام خدا، ببینیم که کلام خدا در حقیقت چه مکاشفه‌ای برای ما دارد، چه چیزی امروز نیاز ماست از کلام خدا بفهمیم و درک بکنیم. خداوند و پدر جان، شکرت میکنیم برای کلامت که به واقع حقیقت است. شکرت میکنیم که تو از طریق کلامت با ما صحبت میکنیم. ای روح القدس، ایمان داریم که تو در میان ما هستی، میخرامی و کار میکنی. خداوند و تمام حواس ما، وجود ما، احساس ما، درک ما، همگی در دستان تو باشد برای فهم منظور نظر نیکوی کلام تو، برای آنچه که بهترین است. عاشقانه تو رو میپرستیم، عاشقانه تو رو دوست داریم. جلال بر نام تو باد. آمین. میثم جان درود، محمد رضا جان درود. میتونیم بریم به متن کلام لطفاً؟ خب من آیات رو یک بار براتون بخونم. به خاطر احترامی که به مسیح دارید مطیع یکدیگر باشید.
ای زنان طوری از شوهران خود اطاعت کنید که از خداوند اطاعت میکنید، زیرا همانطور که مسیح سر کلیسا یعنی بدن خود می باشد و شخصا نجات دهنده آن است، شوهر نیز سر زن خود می باشد و چنان که کلیسا مطیع مسیح است، زنان نیز در هر مورد باید مطیع شوهران خود باشند. ای شوهران، چنان که مسیح کلیسا را محبت نمود و جان خود را برای آن داد، شما نیز زنان خود را محبت نمایید. مسیح چنین کرد تا کلیسا را با آب و تعلیم کلام خدا شسته آن را پاک و مقدس گرداند و کلیسا را با تمام زیباییش پاک و بدون عیب و لکه و چین و چروک یا هر نقص دیگری به خود تقدیم نماید. مردان باید همانطور که بدن خود را محبت می کنند زنانشان را محبت نمایند، زیرا مردی که زنش را محبت می کند خود را محبت می نماید. هیچ کس هرگز از بدن خود متنفر نبوده است، بلکه با آن خوراک می‌دهد و از آن مراقبت می‌کند. یعنی همان کاری که مسیح برای کلیسا می‌کند. زیرا ما اعضای بدن او هستیم، چنان که نوشته شده است: مرد پدر مادر خود را ترک می‌کند و به زن خود می‌پیوندد و آن دو یک تن خواهند شد. رازی بزرگ در این نوشته نهفته است که باید بگویم به مسیح و کلیسای او اشاره می‌کند. به هر حال هر شوهری باید زنش را مانند خودش محبت کند و هر زنی نیز باید به شوهرش احترام بگذارد. حالا اینجا اشتباه نوشته شده، محترم بگذارد. اما برگردیم به ابتدا، به آیه 21. یه بار بخونیم یه بار دیگه. به خاطر احترامی که به مسیح دارید مطیع یکدیگر باشید. در ترجمه قدیم به متن نزدیکتر و وفادارتر هست، میگه در ترس مسیح. این آیه دروازه‌ایه که اگر با کلیدی درست گشوده نشه، باغ معنا و ساختار عهدی الهی پشت درون در ابهام میمونه. کلام خدا در این آیه نمیخواد صرفاً الگوی رفتاری برای زن و مرد ترسیم کنه ای زنان مطیع شوهران خود باشید. میخواد ما رو وارد داستانی بکنه که از ابتدای خلقت آغاز شده، از صلیب عبور کرده و الان در خانه‌های ما تنفس میکنه. این آیه رو باید در پرتو آیه 31 و 32 درک کرد. یعنی کلید فهم این متن آیه 21 هست در پرتو نگاه به آیات 31 و 32. با هم بخونیم یه بار دیگه 31 و 32 رو. چنان که نوشته شده است: مرد پدر مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و آن دو یک تن خواهند شد. بازگفتی هست از پیدایش فصل 2. رازی بزرگ در این نوشته نهفته است که باید بگویم به مسیح و کلیسای او اشاره می کند. پس وقتی داره میگه در ترس مسیح، در احترام مسیح مطیع یکدیگر باشید، بعد داره میگه به رازی بزرگ دارم اشاره میکنم که به کلیسا و مسیح داره اشاره میکنم، میتونیم درک کنیم و بفهمیم که موضوع فقط یک قانون رفتاری یا یک درسنامه اخلاقی نیست. روشنه که فرمان به تسلیم متقابل فقط توصیه اخلاقی نیست، بلکه پیش‌درآمدی است بر رازی آسمانی. آن دو یک تن خواهند شد. ازدواج از نظر خدا نه قراردادی اجتماعی، صرفاً یک قرارداد اجتماعی، بلکه بخشی از معماری خلقت هست. معماری که در اون هر ستون بر عشق و احترام بنا شده. تسلیم در عشق تمرینیه برای پیوستگی، مسیری برای یکی شدن، نه فقط در جسم بلکه در شباهت و بازتاب محبت خدا. خیلی مهمه درک بکنیم ازدواج در ایمان مسیحی صرفاً یک قرارداد اجتماعی نیست. بازتابی از رابطه انسان و خدا، نقشه ازلی و ابدی خدا، نقشه نیکوی خدا برای رابطه انسان با خداست. بازتابی از اون هست. و اما اگر برگردیم به متن، سه واژه کلیدی در این آیه: ترس یا احترام، که اینجا ترس نزدیکتر هست به مفهوم اصلی یونانی، تسلیم و یکدیگر. این سه تا، ترس، تسلیم و یکدیگر، نه تنها گفتیم کلید فهم باقی متن هستن اینجا، همینطور سازنده پلی هستن بین رابطه انسانی و نقشه عظیم خدا برای متحد شدن. خدایی که ما را در نیکویی آفرید، در نیکویی خلق کرد،
همچنان عاشق و مشتاق ماست و میخواد که با ما در رابطه عاشقانه باشد. واژه ترس در این آیه فوبو خریستو در یونانی در زبان کتاب مقدس، در فرهنگ کتاب مقدس نشانه وحشت نیست. اون چیزی که در فرهنگ عمومی ما داریم به اون معنی نیست، بلکه احترام مقدسیه که بر پایه شناخت عاشقانه و اعتماد قلبی بنا شده. همونطور که کلام خدا در مزمور فصل 25 میگه محرم اسرار خداوند کسانی هستند که ترس خداوند رو دارن، یعنی شناخت خداوند رو دارن، خدا رو میشناسن و او عهد خود را به آنان میآموزد. ترس مسیح زانو زدن در برابر تهدید از سر بیچارگی نیست، بلکه زانو زدن در برابر عظمت زیبایی و شکوه عشق شبان اعظمیه که جان خودش رو برای گله داد. منظور از این ترس شناختیه که رابطه ها رو از سطح وظیفه به سطح پرستش ارتقا میده. رابطه‌ای که برخواسته از شناخت خدای حقیقی مسیح عیسی است. شناختی که دیگه بر پایه قدرت و ترس انسانی نمیچرخه، بلکه بر عشقی عهد محور و جاودانی بنا میشه. در حقیقت آیه 21 در احترام یا ترس مسیح تسلیم همدیگه بودن بازسازی همون پیوندیه که خدا از آغاز خلقت بین انسان و انسان دیگر گذاشته بود. آن دو یک تن خواهند شد. ولی اگر که بریم به کلام خدا فصل 3 میبینیم اونها گناه کردن، از نیکویی خدا خارج شدن، از هدف اولیه خلقت خارج شدن و به خاطر اون گناه اولیه رابطه بین انسان و انسان خراب شد، رابطه بین انسان و خدا خراب شد. و اینجا داره در مسیح اینا داره بازسازی میشه، این رابطه ها داره بازسازی میشه. میگه در احترام مسیح، در ترس مسیح تسلیم یکدیگر باشید، چیزی که نقشه اولیه خدا بوده برای انسان. واژه دوم واژه تسلیم هست. هوپوتاسمو منوی در یونانی در فرهنگ عهد جدید این واژه به معنی اطاعت تحقیرآمیز یا سلطه‌پذیری کور نیست، به معنی دعوت به تسلیم متقابل هست. منظور نظر کلام اشاره به فروتنی آگاهانه و هماهنگی از روی شناخت در عشق هست. در فرهنگ روزگار شکسته ما، فرهنگی که قدرت رو با سلطه‌جویی میسنجه و بقا رو با رقابت تعریف میکنه، کلام خدا ما رو به نظمی نو دعوت میکنه. نظمی که با شناخت فروتنی مسیح آغاز میشه، با خدمت ادامه پیدا میکنه و با یکی شدن در محبت الهی به اوج میرسه. میتونیم بریم به فیلیپیان فصل 2 آیه 3 تا 8. بذارم من بیام این برتر و بخونم. فیلیپیان فصل 2 3 تا 8. هیچ عملی را از روی جاه طلبی و غرور انجام ندهید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. به نفع دیگران فکر کنید و تنها در فکر خود نباشید. پس همان طرز فکری را داشته باشید که عیسی مسیح داشت. اگرچه او از ازل با خدا همزاد بود، ولی حاضر نشد از برابر بودن با خدا به نفع خود استفاده کند، بلکه خود را از مزایای آن محروم نموده، به صورت یک غلام درآمد و شبیه انسان شد. چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را فروتن ساخته و از روی اطاعت حاضر شد مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد. تصویر عشق واقعی، تصویر تسلیم متقابل، یعنی این. برگردیم به همون متن افسوسیان لطفا. در فرهنگ و خط فکر کتاب مقدس اگه زنی خودش رو به شوهرش تسلیم میکنه یا مردی همسرش رو محبت میکنه، این از جنس قانون متعارف و مسائل اخلاقی نیست، از بابت مسائل عرفی نیست، چیزایی که میشنویم نیست، بلکه ثمره رشد روحانی در تسلیم متقابل همه اعضای بدن مسیح به هم هست. تو اون رابطه عهد محور انسان و خدا باید درکش کرد، تو رابطه عهد محور کلیسا و مسیح باید درکش کرد.
تسلیم متقابل رمز زندگی کلیسایی و کلید فهم ازدواج مسیحی هست. او که خدا بود فروتن شد، ذات الهی خودش رو کنار گذاشت که ما رو خدمت کنه، تسلیم شد به عشق برای اینکه ما حیاتی دوباره داشته باشیم. اصلش همینه، معناش همینه. اما واژه سوم، واژه یکدیگر، این واژه در یونانی همیشه در روابط متقابل و همسط به کار میره، نه روابط سلسله مراتبی. روابط سلسله مراتبی مثل رئیس و مرعوس و این شکلی، روابط افقی متقابل مثل خواهر، مثل برادر، مثل دوستای صمیمی، به این شکل در این به کار میره یکدیگر. پولس این واژه رو در آیه‌ای به کار میبره که قرار مقدمه روابط درون خانواده باشه. در آیات بعد میبینیم که زنان رو خطاب میده و بعد شوهران رو خطاب میده. اما قبل از اینکه بگه ای زنان ای شوهران، میگه در ترس مسیح، در احترام به مسیح تسلیم یکدیگر باشید. قبلش داره این رو داره میگه، به یکدیگر تسلیم شوید. این همون روحیه که در فیلیپیان فصل 2 جاری هست. هیچ کاری رو از روی خودخواهی نکنید، دیگران رو از خود برتر بدانید. یا در غلاطیان فصل 5 باز کلام خدا میگه با محبت یکدیگر را خدمت کنید. تسلیم متقابل، یک رابطه افقی برابر. چنین تسلیمی اساس همه رابطه ها در بدن مسیح هست. رابطه زناشویی، رابطه خواهر برادری ما در ایمان، رابطه شبانی و شاگردی، رابطه معلمی، رابطه همه اینها در جماعت ایمانی. رابطه زناشویی مسیحی تنها زمانی میتونه درست پیش بره و دوام بیاره که در فضای این یکدیگر بودن تنفس بکنه. از همون آغاز وقتی خدا زن رو از پهلوی مرد آفرید، قصدش تنها یک پیوند زیستی نبود. دقت کنید به این استعاره‌ای که کلام خدا، به این تصویری که کلام خدا داره برای ما نشون میده تو پیدایش. میگه زن رو از دنده نزدیک به قلب مرد آفریدم. چرا؟ از اندام فوقانی بر نداشت که زن بر مرد سروری نکنه. چرا از اندام تحتانی مرد استفاده نکرد که مرد بر زن سروری نداشته باشه؟ چون قصدش تنها یک پیوند زیستی نبود، یک اتحاد روحانی هدف خدا بود. یگانگی که تصویر محبت او با قومش رو منعکس میکنه. قوم مقدس خدا، من و شما. ازدواج از ابتدا یک راز مقدس بود، رازی که اکنون در مسیح برای ما مکشوف شده. بریم با آیات 22-24 یه بار دیگه بخونیم. ای زنان، طوری از شوهران خود اطاعت کنید که از خداوند اطاعت میکنید، زیرا همانطور که مسیح سر کلیسا یعنی بدن خود میباشد و شخصا نجات دهنده آن است، شوهر نیز سر زن خود میباشد و چنان که کلیسا مطیع مسیح است، زنان نیز در هر مورد باید مطیع شوهران خود باشند. آیه 22 رو که نگاه میکنیم، در نگاه اول برای خیلی از شنوندگان امروز ناآشنا و حتی آزاردهنده به نظر میرسه. خانم‌ها بعضیا لبخند میزنن. آره، یعنی چی که اطاعت کنید، فلان کنید، امان کنید؟ حالا 4 تا چیزام زیر لبشون میگن. ای زنان، به شوهران خود اطاعت کنید چنان که به خداوند. برای مخاطب امروز این جمله بوی تحمیل و اجبار میده. اما دقت در واژه شناسی و پیوند آیات در این متن ما را از فهم اشتباه نجات میده. همیشه یک بخشی رو از کلام خدا اگر میخواید بخونید، شما رو تشویق میکنم به عنوان معلم خود کلام خدا، هیچ وقت آیه رو در نیارید بولد کنید، بنر کنید. 4 تا آیه بالاتر پایینتر رو بخونید، تعمق کنید، تفکر کنید، ببینید منظور نظر کلام خدا چی هست. کلام خدا نمیخواد با این فرمان سلسله مراتب فرهنگی مرد سالاران رو باز تولید کنه، بازگفت کنه. این آیه برخلاف ظاهرش فاقد فعل مستقل هست. آیاتو داریم اینجا، من این چیزی به بچه‌ها بگم. ببینید توی آیه 21 داره میگه که مطیع یکدیگر باشید. درسته؟ فعل اطاعت رو اینجا به کار برده. اما اینجا تو زبان اصلی اینجا دیگه ما فعل اطاعت رو نداریم. اینجا تو ترجمه اضافه شده، تو متن اصلی نیست.
به نوعی یک سکوت گرامری هست. اونجا میگه چنان که از خداوند، از شوهران خود اطاعت کنید چنان که از خداوند. دیگه از خداوند اطاعت کنیم دیگه نیست. یک سکوت گرامری هست. در اصل از واژه اطاعت در آیه 21 وام گرفته شده، قرض گرفته شده. ولی یه سکوت گرامری پرمعناست. نشون میده که تسلیم زن به شوهر جدا از تسلیم متقابل کلیسا به مسیح نیست. شکل خاصی از همون نظم روحانی عهد محور که همه اعضای مسیح کلیسا بدان فرا خوانده شدند. آیه 23 چی میگه؟ همانطور که مسیح سر کلیسا و بدن خود میباشد، شوهر نیز سر زن خود میباشد. واژه سر در یونانی کفاله، واژه‌ایه که هم میتونه به معنای منبع و سرچشمه باشه، هم میتونه به معنای رهبر. در فرهنگ عهد جدید رهبری نه به معنای حاکمیت بلکه به معنای مسئولیت و ایثارگری هست. هر جایی، چه رهبری در خدمت باشه چه رهبری در خانواده باشه، به معنی مسئولیت و ایثارگری از به معنی حاکمیت کردن نیست. شبان کلیسا مسئولیت داره در خداوند، رو گرده‌هاش بار هست، براش بنفیتی نیست، حاکمیتی بر جان و مال مردم ندارد. شوهر هم به همین منوال در خانواده حاکمیتی، اقتداری بر زن و فرزند نداره، مسئولیت داره، مسئولیت در ایثارگری داره. منظور کلام خدا آشکار کردن الگویی از رهبریه که با محبت و نجات تعریف میشه. در رابطه ازدواج مسیحی هیچ کس بزرگتر از دیگری نیست، نه شوهر نه زن. چون سر این بدن که پیش از همه زانو زد و پای یارانش رو شست. مسیح عیسی نشون داد که او که خادمتر است، او که کوچکتر است، از همه بزرگتر است. آمین. معنی بزرگ بودن در فرهنگ کلام خدا همینه. او که کوچکتر است از همه بزرگتر است. او که خداوند بود خم شد پای شاگردان رو شست. پس اگر مرد سر زن هست، این سر بودن نه مجوزی برای کنترل بلکه مسئولیتی برای از خودگذشتگی و فداکاری در تمام جنبه‌های زندگی هست. جوانایی که بعداً میخواید برید همسر بشوید، شوهر بشوید، همسر بشوید، زن در چنین رابطه‌ای به مردی اعتماد میکنه که سر خم کرده، نه سر بالا گرفته، کسی که از خود گذشته است، نه کسی که خودش رو بزرگ داشته است. آیه 24 و چنان که کلیسا مطیع مسیح است، زنان نیز در هر مورد باید مطیع شوهران خود باشند. باز هم این تبعیت نه سکوتی تحقیرآمیز بلکه همصدایی در سرود الهی هست. برای فهم بهتر شاید عمیق‌ترین تصویر این تسلیم در جایی نهفته باشه که زن و شوهر در بستر زناشویی خودشون رو به یکدیگر میسپارن. نه از سر وظیفه یا ترس، خیلی مسئله مهمیه، بلکه به خاطر امنیتی که در عشق ریشه داره. در اون لحظه زنی شوهری رو در بستر در همخوابگی با هم تصور بکنید. این تسلیمی که نسبت به هم دیگه دارن نه بار هست نه زور، بلکه هدیه‌ایه که در امنیت عشق ممکن میشه. زن در احترام و اعتماد بدن خودش رو به مرد میسپاره، چون روح و جانش پذیرفته شده است از طرف مرد. مرد اجازه پیدا میکنه به همسرش نزدیک بشه، چون میل به تصاحب کردن نداره، بلکه به بخشیدن خیشتن ایمان دارد. این است یک رابطه‌ای که در ایمان مسیحی هست. این هماهنگی راز ازدواج مسیحیه. آنچه رخ میده اتحاد هست، تصاحب نیست. اما فرهنگ پست مدرن امروزی این تصویر زیبا از تسلیم متقابل و هماهنگی عاشقانه رو
مخدوش کرده. مفهوم تسلیم برای بسیاری واژه‌ای خطرناک و تحقیرآمیز به نظر میرسه. جریان فمینیسم افراطی ریشه های خلقت رو نه تنها تفسیر بلکه انکار میکنه. زن رو به قربانی خاموش یا به خدای خودمختاری فردگرایانه بدل کرده. اما کتاب مقدس آزادی رو نه در تردیدگری بلکه در پیوند با عهدی عاشقانه میبینه. عهدی که در اون زن و مرد هر دو خود رو به عشق بزرگتر سپردن، به مسیح عیسی تنها خدای حقیقی. این فرهنگ فمینیسم افراطی، فرهنگ پست مدرن امروزی از واژه تسلیم میترسه، از واژه اطاعت میترسه، چون سر خادم رو نمیشناسه، چون مسیح عیسی رو نمیشناسه. سری که فروتن شد، خم شد، جان داد و از راه صلیب برای من و ما نجات را آورد. وقتی نگاه دنیا از مسیح تهی میشه، هر ساختار الهی به سلطه بدل میشه. این واژگان که در کلام، در فرهنگ کلام خدا مقدس هست، تسلیم، اطاعت، یکی بودن، در فرهنگ دنیای شکسته امروز ابزار قدرت هست، ابزار زورگویی هست، ابزار سلطه‌جویی هست. اما کلیسایی که به رایی اعظم ایمان داره میدونه که تسلیم اگر در سایه عشق از جان گذشته باشه، نه تهدیده و نه زنجیر، بلکه آزادی است. آزادی برای یکی شدن، برای شکوفا شدن در عشق. در چنین بستری اطاعت نه نشانه ضعف بلکه نشانه بلوغ هست. در جهانی که ریشه‌های خلقت رو تحریف و بازنویسی میکنه، ما باید با فروتنی و شجاعت اعلام کنیم بله، ما به اطاعت ایمان داریم. به اطاعتی که برخواسته از عشق هست، اطاعتی که از عهدی مقدس سرچشمه گرفته و به اتحادی شفابخش ختم میشه. بریم آیات 25 و 28. دلتون خنک شه، الان نوبت شوهراست. ای شوهران، چنان که مسیح کلیسا را محبت نمود و جان خود را برای آن داد، شما نیز زنان خود را محبت نمایید. مسیح چنین کرد تا کلیسا را با آب و تعلیم کلام خدا شسته، آن را پاک و مقدس گرداند و کلیسا را با تمام زیباییش پاک و بدون عیب و لکه و چین و چروک یا هر نقص دیگری به خود تقدیم نماید. مردان باید همانطور که بدن خود را محبت می‌کنند زنانشان را محبت نمایند، زیرا مردی که زنش را محبت می‌کند خود را محبت می‌نماید. هیچ کس از بدن خود متنفر نبوده بلکه با آن خوراک میداد و از آن مراقبت می‌کند. یعنی همون کاری که مسیح برای کلیسا می‌کند. حالا نوبت مردانه که صدای خداوند ما مسیح عیسی رو بشنوند. فرمانی که پولس به شوهران میده شگفت انگیزه. واقعا واژه‌ای که در یونانی برای محبت اومده بارها شنیدید دیگه، ایگاپی هست. عالی ترین نوع عشق در جهان هستی و مخصوص ذات خداوند هست. عشقی که به دنبال تسلط یا لذت یا منفعت طلبی نیست. محبتی از جنس فداکاری، صبر و تقدیس. محبتی که عاشق ماندن نیست، عاشق مردن هست. دوتا خیلی با هم متفاوته. شکل عالی‌تر و اعلاتری داره عاشق مردن، در عشق مردن، در عشق جانبازی کردن و سربازی کردن. مردی که این آیه رو درک کنه دیگه از موضع قدرت رفتار نمی‌کنه، بلکه از صلیب بالا میره. عشق و محبت در ازدواج مسیحی اگر واقعا از قلب مسیح سرچشمه بگیره، تاج پادشاهی نیست، تاج خار است. مردی که چنین محبتی رو زندگی میکنه دیگه نیاز به دستور دادن نداره. وجودش فرمان عشق است. در حقیقت مرد ایمانداری که اینطور نگاه، باور و زندگی نمیکنه شایسته مسیحی نامیده شدن نیست. مرد باید روح خدا رو در قلب خانه زنده کنه. روح خدا رو در خانه زنده کنه، نه اینکه سایه‌های خودش رو بر دیوارها نقش ببنده.
مردی که همسر خودش رو محبت میکنه محیطی رو ایجاد میکنه که در اون اراده زن در هم شکسته نمیشه. در عوض زن احساس آزادی، امنیت، رشد میکنه. اما عزیزان خدا، محبت فقط به معنای جان دادن نیست، بلکه به معنای زندگی بخشیدن هم هست. در آیه 26 کلام خدا میگه تا او را تقدیس کند چون او را با آب و کلام شستشو داد. واژه های یونانی لوترو به معنای شستن و رماتی به معنای کلام نشون میدن که این محبت تنها در بدن خلاصه نمیشه، بلکه با حقیقت روح و جان گره خورده. مرد همچون مسیح باید عاشق چی باشه؟ نه فقط زیبایی زن، بلکه مشتاق رشد روحانیش باشه. کلام خدا در اول قرنتیان فصل 13 رو به یاد میارید. محبت یا عشق خودخواهانه نیست. محبتی که زن رو شبیه خواسته های مرد نمیسازه، بلکه مرد رو شبیه به مسیح عیسی میسازه. اینها خیلی با هم متفاوت هست. کلام خدا در آیه 29 این رابطه زناشویی که به عنوان سایه بازتابی از رابطه عهدمحور خدا و انسان داره در ایمان مسیحی تعریف میشه رو با استعاره جسمانی، یک تصویر داره به ما میده، با یک استعاره جسمانی پیوند میزنه. هیچ کس هرگز از بدن خود متنفر نبوده، بلکه با آن خوراک میدهد و از آن مراقبت میکند. یعنی همان کاری که مسیح عیسی برای کلیسا میکند. محبت مسیح محور مرد در ازدواج الگویی که در اون رهبری با فروتنی آمیخته است، قدرت با قربانی و حقیقت با رحمت. کاری که مسیح عیسی کرد، با عشق برای ما کار کرد، جان داد برای ما، از موضع قدرت به ما برخورد نکرد. اگر قرار ما رو داوری بکنه وضعمون خیلی خراب میشد. واژه‌های یونانی که اینجا به کار برده شده برای پرورش دادن، اکترفی و تالپی به معنی گرم نگه داشتن هست. این وقتی معانی رو به زبان اصلی که میریم میخونیم نگاه میکنیم، دایره واژگان رو، معانیش رو، فقط میبینیم که کلام خدا منظورش فقط، باز میگم، جسم نیست. این اهمیت دادن اهمیت جسمی نیست، توجه نگاه جسمی نیست. عاطفه، امنیت و شفقت رو منظور کلام خدا هست که در یک رابطه باید رشد داد. عشق نیاز به نگاه داشت داره، پاسداشت داره، توجه داره، مثل یک گلدان ظریفی که هر روز نیاز به آب دادن داره، نور و مناسب داره. من تعداد گل داشتم ایران که بودم، گل‌های زیادی، من باشون حرفم میزدم، دستمال میگرفتم، برگاشون رو تمیز میکردم، کلی بهشون رسیدگی میکردم. همچین چیزیه. تصویری عمیق از مراقبت عاشقانه، مراقبتی که از محبت غذا میسازه، از عشق غذا میسازه، از لمس اطمینان میسازه. آغوش باید نقطه امن باشه. آغوش زن و مرد در یک رابطه باید نقطه امن باشه، از محبت اطمینان ساخته بشه، از مجاورت در کنار هم امنیت درک بشه، برداشت بشه. مردی که همسرش رو محبت میکنه باید بدن او رو گرامی بداره، اما نه به عنوان ابزاری برای لذت خودش، بلکه همچون عضوی از بدن خودش، عضوی که بی‌توجهی به اون یعنی خیانت به خویشتن. محبت مرد باید زن رو دلگرم بکنه، روح او رو تغذیه کنه، جان او رو با صدای عشق نوازش کنه. اینجا نه مرد حاکم هست نه بی‌تفاوت، بلکه کسیه که میفهمه وفاداریش از آشپزخونه تا بستر، از دعا تا لمس، همه باید با عشق تقدیس بشه. عشقی که در خداوند و با خداوند همراه هست. وقتی شوهر همسر خودش رو به این شکل دوست بداره، دیگه نیازی به مطالبه اطاعت نیست.
مگه من نگفتم اینجوری؟ مگه من نگفتم اونجوری؟ یا معامله کردن نیست. تو برام قرمه سبزی درست کن، من میرم یه کار دیگه میکنم. نیاز به این کارا نیست. چون پاسخ زن در خداوند همون پاسخ کلیسا به محبت بی قید و شرط مسیح هست. وقتی خدایی که این همه ما رو عاشقانه دوست داشت، ما رو محبت کرد، برای ما جان داد، جواب ما چی هست به این خدا؟ احترام، اعتماد و پیوستگی جان هست ها، یکی شدن با او هست. در اعتراف ایمان شماهایی که اعتراف کردید یادتون چی میگفتید؟ زندگیم رو در سرسپردگی و وفاداری به خداوند وقف میکنم از حال تا ابدالآباد. این معنی ازدواج. اینجاست که رابطه ازدواج دیگه یک رابطه انسانی نیست، آیینی زنده از عهد خدا با قومش میشه، جایی که مرد مثل مسیح شبانه روز در فکر رشد و جلال معشوق خودش هست. و ما بریم به بخش آخر، آیات 29 تا 33. هیچ کس هرگز از بدن خود متنفر نبوده، بلکه با آن خوراک میداد، از آن مراقبت میکند، یا هم کاری که مسیح برای کلیسا میکند. زیرا ما اعضای بدن او هستیم. چنان که نوشته شده است: مرد پدر و مادر خود را ترک میکند و به زن خود میپیوندد و آن دو یک تن خواهند شد. راز بزرگی در این نوشته نهفته است که باید بگویم به مسیح و کلیسای او اشاره دارد. به هر حال هر شوهری باید زنش را مانند خودش محبت کند و هر زنی نیز باید به شوهرش احترام بگذارد. کلام خدا در این بخش بار دیگه لحنش رو از توضیح به تأمل میبره، تشویق میکنه ما رو به تفکر کردن. گویی میخواد شنونده رو، کلام خدا میخواد شنونده رو از سطح روابط انسانی به عمق طرح الهی ببره. زیرا ما اعضای بدن مسیح هستیم، از گوشت و استخوان او. همونجور که کلام خدا در اول قرنتیان فصل 12 که آیه کلیسای ما هست، الهام بخش جماعت ما هست، و باری همه شما در خداوند یک تن یک بدن هستید. من و شما بدن خدا هستیم، اعضای بدن او هستیم. و این نکته ما رو با آیه 21 دوباره برمیگردونه. تسلیم متقابل در ترس مسیح، در احترام به مسیح. تمام اعضای جوارح بدن ما رو نگاه بکنید، در هماهنگی با هم کار میکنن. نه پای چپ که داره قدم میذاره جلو، پای راست هم دنبالش میره. هماهنگن با هم. چشما تو دیدن هماهنگن، گوشها توی شنیدن هماهنگن. تمام اعضا و جوارح ما. و این ارتباطات درون بدن خدا به همین شکل است. در ارتباط زناشویی، در ارتباط کلیسایی، همه در اتحاد و هماهنگی با هم است، در تسلیم متقابل هست. بنابراین همه روابط درون ازدواج مسیحی باید بر پایه شناخت، احترام و عشق عهد محور شکل بگیره، به شباهت رابطه انسان و خدا. در آیه 31 پولس مستقیم از نقل قول میکنه از پیدایش فصل 2: مرد پدر مادر خود را ترک خواهد گفت و به زن خویش خواهد پیوست، آن دو یک تن خواهند شد. این واژه ها صرفاً شرحی بر وحدت جسمانی نیستند، بلکه سرودی از اتحادی مقدس هستند. در حقیقت پیوند زن و مرد در ایمان مسیحی پیوند بین زن، مرد، نفر سوم که خداوند عیسی مسیح هست. ازدواج مسیحی شعری در وصف خداست که هر وقت دیده و شنیده میشه خدا جلال پیدا میکنه. دیگرانی که نان بلیور هستن، بی ایمان هستن، با نگاه به ازدواج های ما، به رابطه های ما پی میبرن که ما در عهد و پیمان با خدایمون چطور زندگی میکنیم. آیا ایمان ما با عمل همراه هست یا فقط لب و دهنیم، فقط حرف میزنیم؟ چون اگر که نتونیم همسر خودمون رو در ازدواج، در رابطه‌ای که خدا قرار داده برای ما حفظ بکنیم و محبت بکنیم، چطور میتونیم خدای نادیده رو محبت کنیم، دوست داشته باشیم؟ خیلی نکته مهمی هست. و اما آیه 32 اشاره میکنه به یک راز. یه رازی در این نهفته است.
یونانیش میشه میستریون. در خط فکر کلام خدا میستریون به معنای چیزیه که پنهان بوده اما اکنون آشکار شده. آیه 31 بدون آیه 21 صرفاً یک تصویر زیبا از ازدواجه، اما وقتی که در نگاه متن رو در نگاه با آیه 21 و بعد در نگاه به آیه 31 و 32 تفسیر میکنیم، کلید دستمون میاد. تسلیم، شناخت، چارچوب رابطه عهد محور خدا با انسان. وقت میتونیم بفهمیم چطور همه اینها به سرود مقدس تبدیل میشه که آغاز اون در باغ عدن بود، در پیدایش انسان آدم و حوا بود و پایانش در کلیسا. از ابتدا خدا ازدواج رو نه به عنوان قرارداد اجتماعی بلکه به عنوان انعکاسی از محبت خودش با قومش طراحی کرد. در کتاب هوشع، در سراسر کلام خدا، در خط فکری کلام خدا، در دکترین کلام خدا این تصویر ازدواج محور و عهد محور رو داریم میبینیم. در کتاب هوشع خدا خودش رو شوهر اسرائیل معرفی میکنه. من ایشی شما هستم، من شوهر شما هستم. در غزل‌ها گفتگوی عاشقانه خدا و قومش در استعاره دو دل داده در سروده های عاشقانه جاری هست. در اینجا ازدواج در کلام خدا یک رابطه ساده عادی نیست، تجسم عهد خدا در زندگی روزمره ماست. وقتی زن و شوهر اینطوری زندگی میکنن، در واقع دارن با تمام وجود به جهانی که عشق رو با لذت و پیوند و با قدرت پیوند زدن اینطور تعریف میکنن، اعلام میکنن که محبت، عشق هنوز یک عهد مقدس هست. و جوانای کلیسا، اونایی که هنوز ازدواج نکرده اید، به خاطر همینه که ازدواج ایماندار با بی ایمان نه فقط از نظر فرهنگی ناسازگار هست، بلکه از نظر روحانی هم پیمانی نابرابر هست. چطور میشه تصویری از عهد خدا رو با کسی ساخت که اساساً اعتقاد و باوری نداره، اصلا این عهد رو، این رابطه رو نمیشناسه؟ و کتاب مقدس بارها هشدار داده که نور را با ظلمت شراکتی نیست. اگر دوست دارید میتونید برید به رساله دوم قرنتیان فصل 6 و اونجا مطالعه بکنید. فرزندان نور را با تاریکی چه کار؟ منظور ما این نیست که بی ایمانان رو ما طردشون میکنیم، نه، این موضوع طرد دیگران نیست. حفاظت از قداست عهدیه که از قلب خدا داره نشأت میگیره. یادتون باشه قبل از اینکه میخواید برید وارد رابطه ازدواج بشید، حتی بهش فکر کنید، قدم بذارید، با کسی آشنا بشید، یادتون باشه شما در ابتدا با مسیح عیسی در رابطه هستید، در وفاداری، در عشق او هستید. کجا دارین میرین؟ چیکار دارین میکنین؟ و ازدواج مسیحی بین 3 نفره، زن، مرد و مسیح عیسی. کسی که میخواید وارد این شراکت بکنید شریک اصلی این رابطه مسیح عیسی رو اصلا قبول نداره، اصلا معنی پیدا نمیکنه. وقتی درک درستی اصلا اون آدم از ازدواج نداره، از تصویر عهد محور ازدواج در ایمان مسیحی نداره، چطور میتونید باش زندگی کنید؟ وقتی درک درستی از خادم بودن نداره، درک درستی از فروتنی مسیح نداره، چطور میخواید باش زندگی بکنید؟ اصلا پیش نمیرین، تصویر اصلا ساخته نمیشه. به خاطر همینه که کلام خدا منع میکنه ایمانداران رو از ازدواج با غیر ایمانداران. و در نهایت پولس با زبانی همزمان قاطع و شاعرانه جمع‌بندی میکنه. پس هر مردی باید همسر خود را همچون خویشتن محبت کند و زن هم باید شوهر خودش رو حرمت بذاره. این فرمان نهایی حلقه بسته شدن زنجیره‌ای که از آیه 21 شروع شد. کلیسای مسیح تنها زمانی میتونه مقابل موج‌های بیپایان تفکر زن سالار، فردگرایی افسار گسیخته و شهوت پرستی فرهنگی بیسته که زیبایی ازدواج مسیحی رو از نو کشف، درک و فهم بکنه. ازدواجی که نه برای خوشی انسان بلکه برای جلال خدا طراحی شده.
به عنوان خادم خدا همیشه میترسم از کسانی که میخوان ازدواج کنن، حتی ایمانداران در کلیسا، درک درستی از رابطه عهد محور ندارن. مسئولیت خیلی بزرگی با من فرار میکنن تا جای ممکن ازش، مگر اینکه بخوام مطمئن بشم اون افراد واقعا درک کردن رابطه، منظور نظر کلام خدا از رابطه چیه، از ازدواج چیه. مرد با محبتی که از صلیب سرچشمه میگیره زن رو نه به عنوان دیگری بلکه به عنوان پاره‌ای از خیشتن محبت میکنه و زن در سایه چنین عشقی احترام میذاره به مردش، نه از ترس بلکه از شناخت. و وقتی این دو زن و شوهر در ریتم فروتنی و وفاداری حرکت میکنن، بدن مسیح رو در کوچکترین سلولهای خانواده به نمایش میذارن و این چیزی فراتر از اخلاق گرایی هست. این دعوت به بازتاب دادن نور عهد خدا در تاریکی زمان است. در این دعوت کلیسا باید که برخیزد، بلند شود. زن و مرد خدا باید برخیزند تا با تسلیم عشق، محبت و احترام این راز عظیم رو زندگی کنن. راز عهد، راز یکی شدن، راز مسیح در ما. آمین.